بسم الله الرحمن الرحیم. مژده لطف است ز رب کریم. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشین. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون یاد خدا و انشالله که اینجا به شما خوش بگذره و برنامه براتون مفید باشه. موضوع استقامت و پایداری در برابر سختی ها و تنگناهای زندگی از منظر کلام آسمانی وحی قرآن کریم. متخصص و بلد راهمونم توی این مسیر کسی نیست جز حجت الاسلام المسلمین صبوحی که با افتخار خدمتشون هستیم. بعد از فاصله‌ای که میگیریم و برمیگردیم من خدمتشون سلام و خیر مقدم عرض خواهم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید یاد خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من قبل از برنامه مفصل با حاج آقای صبوحی عزیز سلام و احوال پرسی کردم. الان به رسم ادب و به نیابت از شما این کار انجام میدم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. و رحمت الله. متشکرم، خیلی ممنونم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز برنامه یاد خدا. امیدوارم برنامه‌هایی که در خدمتتون هستیم با موضوع مقاومت از منظر قرآن کریم برای ما و شما مفید باشه. متشکرم. زنده باشین. حتما همینطور خواهد بود انشالله با حضور شما، به یاری خدا و به نظر لطف و محبت دو امامزاده واجب التعظیم که محضرشون هستیم. بله. امامزاده ابراهیم و امامزاده محمد علیهم السلام که دیگه مردم فکر میکنم آشنا هستند. با 5 واسطه به امام کاظم علیه السلام میرسن و ما خوشحالیم که نایب الزیار شما هستیم و امید داریم که انشالله شما هم اینجا ظاهر باشید خیلی زود. خب عرضم حضور شما که موافقین اولیه طرح کلی بحث مقدماتی رو راجع به این موضوع داشته باشیم؟ بله حتما. وارد متن بشیم. بله حتما. عرض به خدمت که بحثمون مقاومته، استقامته، ایستادن تو تنگناها و سختی‌های زندگیه. حالا یکی از این تنگناها و سختی‌های خیلی مهمم اون مسائلی که دشمنان خدا برای ما به وجود میارن و راه خدا رو سخت میکنن. حالا میخوان ببندن، یه جاهایی موفق میشن، یه جاهایی هم موفق نمیشن، ولی به هر حال طی راه خدا رو برای ما سخت میکنن. قرآن کریم به این مبحث به شکل جدی پرداخته. یعنی کسی در قرآن مطالعه‌ای داشته باشه میبینه که بسیاری از سوره های قرآن و آیات قرآن یکی از مباحث اصلیشون جریان مقاومت و ایستادن در راه خداست. و نکته جالب توجه اینه که در بعضی از جاهای قرآن ما میبینیم خدا این فرهنگ مقاومت، ایستادن، جهاد، استقامت اینا رو گره زده به خود قرآن. میگه اون کسانی که در قرآن تدبر میکنند اینا مقدمه لازم رو دارن برای اینکه در فرهنگ مقاومت بدرخشند، واقعا بایستن، تو سختی ها بایستن. حالا از جمله من بخوام اشاره کنم سوره مبارکه نساء آیه 82 که میفرماید افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. آیا در قرآن تدبر نمی‌کنن؟ اگر این قرآن از جانب غیر خدا بود اختلاف و ناهماهنگی فراوانی در اون پیدا میشد. وقتی نگاه میکنیم به قبل و بعد همین آیه شریفه متوجه میشیم که منظور از کسانی که تدبر نمیکنن همونایی هستند که دارن به نحوی زیرا به فرهنگ مقاومت رو میزنن. دستور جهاد از جانب خدا رسیده، دستور ایستادگی رسیده، اینا در خودشون نمیبینن، اون ظرفیت ایمانی و روحی رو در خودشون نمیبینن. بعد میان عملا قرآن رو شروع میکنن به توجیه کردن، بعضا تفسیر به رأی کردن، حتی در مواقعی انکار کردن. یعنی معنای صریح و روشن تو قرآن وجود داره، اینا مسلمونن دیگه، به هر حال کتابشونه، باز میکنن میبینن این معنا هست تو قرآن، چون نمیخوان بهش تن بدن انکارش هم میکنن. اصلا کی گفته خدا منظورش اینه؟ اصلا این نیست، اصلا هیچ حرفی تو قرآن ما نداریم. یعنی نقطه هدف خودشون رو برای توجیه عمل کردشون نقطه هدف و قرآن قرار میدن. که خدا اینجا میفرماید که اگر در قرآن تدبر کرده بودن این اتفاق نمیافتاد. یه مقدمه ای از تدبر اینجا مطرح میشه. یا در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 24 افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. آیا در قرآن تدبر نمیکنن یا بر قلبها قفلهای مخصوص اون خورده؟
حالا این آیه خودش جای بحث و بررسی زیاد داره، من نمیخوام وارد بشم، اما باز همین آیه هم وقتی به سیاقش نگاه میکنیم، قبل و بعدش رو مورد توجه قرار میدیم، میبینیم همینجا هم دقیقاً راجع به کیا داره حرف میزنه؟ راجع به کسانی که تا یه زمانی منتظر بودن حکم جهاد برسه، میگفتن که لولا نزلت سوره، چرا یه سوره‌ای نمیاد، چرا حکم جهاد داده نمیشه، چرا فرمان جهاد صادر نمیشه، ما بریم مثلا این کفار رو نمیدونم دشمنانمون رو باشون بجنگیم و اینا. ولی فاذا انزلت سوره محکمه و ذکر فیها القتال، وقتی یه سوره محکمی نازل شده، قتال هم در این سوره ذکر شده، رأیت الذین فی قلوبهم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت. میبینی اینایی که خلاصه خودشون تا دیروز لابلای مؤمنان داد میزدن که یه سوره بیاد فرمان جهاد صادر کنه و این حرفا، اینا مانند کسی که مرگشون رسیده باشه از وحشت دارن توی پیغمبر رو نگاه میکنن، نمیتونن بپذیرن. بعد از همینجا راهشون رو کج میکنن و دست به کار میشن باز برای توجیه و تحریف و تفسیر به رأی معانی قرآن کریم که یه جوری از زیر بار حکم جهاد و مقاومت شونه خالی کنن. من از این دوتا آیه‌ای که بهش اشاره کردم این نتیجه رو میخوام بگیرم، گویا تو فرهنگ قرآن خدا این توقع رو داره که با تدبر در کتابش و کلامش ما آماده بشیم برای پذیرش فرهنگ مقاومت و ایستادن و جهاد در راه خدا. اینو شرط میدونه. همینو ما در کلام نورانی معصومین علیهم السلام هم میبینیم. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیهشون وقتی از مردم اون سستی رو دیده بودن، اون کوتاه اومدن از کلمه حق رو دیده بودن، ترک کردن میدان جهاد و مقاومت رو دیده بودن، وقتی این صحنه ها رو مشاهده کردن، خطاب به این مردم گفتن که فرمودن آیا شما در قرآن تدبر نمی کنید؟ معاشر المسلمین المغضیة علی الفعل القبیح الخاسر المسرعة الی قیل الباطل افلا تتدبرون القرآن. آیا در قرآن تدبر نمی کنید؟ حالا یه نسخه هم هست افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. دقیقاً همین آیه رو خوندن که این تدبر نیست. اگر تدبر در قرآن جزء فرهنگ ما قرار بگیره، یعنی واقعاً بپردازیم به این کتاب، ما مسلمانیم، کتاب مسلمانی قرآن کریم، اساس مسلمانی قرآن کریم، اگر ما به این کتاب بپردازیم، توجه کنیم، بخونیم، بفهمیم. خب کتاب برای خوندن و فهمیدنه، صرفا خوندن که کفایت نمیکنه، باید فهمیده بشه، اسمش روشه، کتابه. حالا تو قرآن کریم تعابیری داریم مثل درس گرفتن کتاب یا فهم کتاب یا مثلا تفکر در اون، تدبر در اون، زیاد از این تعبیرها هست. اگر این بیاد جزء فرهنگ ما قرار بگیره، یکی از نتایج این روی کرد تقویت مقاومت، ایستادن و روحیه جهاد با دشمنان خداست که وقتی این اتفاق بیفته طبیعیه که ما به سمت نصرت الهی، پیروزی، فتوحات پیش میریم و اون افق چشماندازی که برای ما طراحی شده، یا ما مسلمان نشدیم صرفاً برای این که به هر حال بجنگیم یا مثلا درد مقاومت رو بخوایم تحمل بکنیم، فقط اینا نیست. قرار بر اینه که از یک جاده عبور بکنیم و برسیم به اون اعتلاع کلمه خدا، برپایی حکومت حق، تحقق عدالت، اهداف و آرمانی که انبیا و اولیاء علیهم السلام در طول تاریخ داشتن. وقتی به اونجا برسیم دیگه دوران سیادت و آقایی مسلمین و مؤمنین خواهد بود. ولی این جاده ابتلایی و امتحانی رو باید ازش عبور کرد و طبق قرآن کریم بدون تدبر چنین چیزی میسر نیست. خب یه سوال پیش میاد اینجا، اونم اینه که پس طبق این فرمول شما هر کس در طول تاریخ همین الان هر جای دنیا در برابر ظالمی، مستکبری، مستبدی ایستادگی میکنه، استقامت میکنه، مقاومت میکنه، جهاد میکنه، این نتیجه تدبر اون گروه در قرآن باید باشه دیگه، یا در کتاب‌های آسمانی یا در هر زمانی که بالاخره کتاب آسمانی اون وقت. بله. آره. آیا واقعا اینجوریه؟ سوال خوبیه. ببینید ما از دو منظر به مقوله تدبر نگاه کنیم و نتیجهش که همون فرهنگ مقاومته. یک نگاه تاریخی داشته باشیم. ممکنه امروز ما ببینیم کسانی، گروه‌هایی در جایی دارن مقاومت میکنن. همین الان در زمان خودمون میبینیم مردم مظلوم غزه در حال مقاومتن، لبنان در حال مقاومتن، یمن همچنین،
عراق همچنین، خود مردم ایران هم همینطور در حال مقاومت کردنن سال‌هاست. آره در پیشه نسبت به این مسائلی که براشون پیش میاد. خب اما نگاه که میکنیم میبینیم آقا اون فرهنگ تدبر یا انس با قرآن یا ارتباط با کلام خدا حداقل ما خیلی شاید دریافتش نمیکنیم، یا نیست یا کمرنگه، به هر شکلی اونطور که باید و شاید برای ما جا نمیافته. واقعا همونطور که خدا گفته تدبر در قرآن لازمه تا مقاومت ایجاد بشه. از نگاه تاریخی باید بگم اون چه ما امروز داریم از مقاومت در مقابل استکبار جهانی، دشمنان و مشکلاتی که برای ما پیش میارن، محصول همون فرهنگ تدبر در کلام وحی و کتاب آسمانی و قرآنه. این محصولشه. یعنی آباء ما، پدران ما، مادران ما در طول تاریخ اومدن این فرهنگ رو پذیرفتن، باش انس پیدا کردن، ارتباط گرفتن، اون رو بارور کردن. ما الان رسیدیم داریم میوه‌هاشو میچینیم. یعنی یه فرهنگی در طول تاریخ در ما شکل گرفته. یه فرهنگ شکل گرفته. لزوما این که در همین عصر همه اهل تدبر باشن نیست. این از گذشته اهل تدبر بودن در طول تاریخ تبدیل به یک فرهنگ شده و ما داریم در اون فرهنگ زیست میکنیم. ما وارثان یک فرهنگ دینی و الهی و قرآنی وحیانی هستیم. درست. که باید خب قدردانش باشیم. حالا مطلب اینجاست. اینجا اگر این جواب بنده بدم که ما وارثان چنین فرهنگی هستیم، ممکنه به ذهن خطور کنه که خب پس خیلی دیگه ضرورت نداره خود ما بخوایم در قرآن تدبر کنیم دیگه. همین که وارث این فرهنگ هستیم، از ما از گذشته رسیده کفایت میکنه. باید بگم اینطور نیست. اینو باید دقت کنیم. اینجوری نیست. چون اولا وقتی انسان یه چیزی رو به ارث میبره، به خصوص یه چیزی مثل حمل کتاب الهی، ببخشید معذرت میخواین اینو اینجا نگه داریم، یه فاصله بگیریم، یه تأملی به این داشته باشیم. بله. که آیا این که فرهنگ جهاد و مقاومت در طول سالیان گذشته با توجه به آیات قرآن کریم تبدیل به یک فرهنگ شده و حالا به ما رسیده، آیا این کفایت میکنه تا نیازی نیست ما امروز تدبر کنیم در قرآن کریم یا خیر؟ پاسخ این سوال باشه. یه فاصله که بگیریم و برگردیم از شما بشنویم. بفرمایید. قرآن کتاب ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان در سایه محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. محضر استاد صبوحی هستیم. رسیدیم به این سوال که آیا این که در طول سالیان گذشته فرهنگ جهاد و استقامت و مقاومت در برابر کفار و مستکبرین و ظالمین عالم به ما رسیده، همین کفایت میکنه و دیگه نیازی نیست به تأمل و تدبر و تفکر در آیات نورانی قرآن کریم یا خیر؟ که فرمودن نه این کفایت نمیکنه. حالا چرا؟ بله، با 3 کلمه به این سوال پاسخ بدیم. بفرمایید. کلمه اول حفظ آنچه به ما به ارث رسیده، باید نگهش داریم. بله. اگر فرهنگ مقاومتی به ما به ارث رسیده، ناشی از انس با قرآن کریم بوده، در طول تاریخ انس با قرآن و وحی اون رو به دست ما رسونده، خب ما امروز مسئولیم حفظش کنیم. حفظ کار آسونی نیست. باز هم ما مکلفیم برای حفظ این فرهنگی که به ما رسیده در قرآن تدبر کنیم. یعنی راه نگه داشتنش هم تدبر در قرآنه. همونطوری که ایجاد شدنش با تدبر در قرآن بوده، با تدبر در کلام آسمانی بوده. این نکته اول. دوم، توسعه. من میخوام ببینم آیا اون مقدار از فرهنگ مقاومت که امروز مسلمان‌ها در دنیا دارن، ماها در دنیا داریم، کافیه؟ واقعا اگر کافی بود، الان باید بعد از گذشت بیش از 1400 سال از تولد اسلام عزیز، یک امت مسلمان با این جمعیت گسترده، جمعیت نزدیک به 2 میلیارد نفر در کره زمین، واقعا باید این وضعیت رو می داشتن. 50 و چند کشور مسلمان. ولی ما می بینیم متاسفانه استکبار جهانی همچنان تسلط خودش رو حفظ کرده. از نظر فرهنگی، از نظر نظامی، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی. و این وضعیت سزاوار امت مسلمان نیست. سزاوار مردم جهان هم نیست. چون اگر اسلام حاکم بشه مستضعفان عالم رو نجات میده. صرفا برای مسلمونا که نمیخواد کاری کنه. وقتی مستضعفان عالم نجات پیدا کردن، کلمه حق گسترش پیدا میکنه. پس ما هم باید حفظش کنیم، هم باید تکمیلش کنیم، توسعهش بدیم. این تکمیل و توسعه هم باز محتاج تدبر در قرآنه. وقتی
پدران ما با تدبر در قرآن به این فرهنگ رسیدن، به ما تحویلش دادن، ما هم باید برای توسعه و تکمیلش همون راه رو بریم. و اما نکته سوم استمراره. خب ما به ارث گرفتیم از گذشتگان، آیندگان از کی قراره به ارث بگیرن؟ اگر یک جایی یه نقطه‌ای این فرهنگ افول کنه، سقوط کنه، کمرنگ بشه، اون ارتباط فرهنگ مقاومت با کتاب آسمانی کمرنگ بشه، آروم آروم قطع بشه، در نهایت خشک خواهد شد، کمرنگ خواهد شد، از بین خواهد رفت، به نتیجه نمیرسه. بنابراین لازمه که همه ما برای این که فرهنگ مقاومت رو در وجود خودمون، خانواده‌مون و جامعهمون مستقر کنیم، تثبیت کنیم، توسعه بدیم و استمرار بدیم، در آینده هم این پیش بره تا انشالله به هدفش برسه، لازمه که همه با قرآن کریم مانوس باشیم و در این کتاب تدبر کنیم. میفرمایید که از کدوم یکی از سوره ها میخواید به اصطلاح استفاده بکنید برای تبیین این موضوع؟ بله، ولی قبلش میخوام یه نکته رو اضافه کنم به بحث قبلی. ببینید یک جایی یه جمله خیلی زیبایی دیدم، روی یه پایگاه بسیجی نصب شده بود و گویندش هم ننوشته بود، ولی کلمه کاملا درستی بود، جمله حقی بود. نوشته بود که بسیجی تنها زمانی به هدف و به نتیجه میرسه که در یک دست او قرآن و در دست دیگر او سلاح باشه. احسن. قرآن سلاح. و همین مطلب رو حکایت شده از تاریخ که وقتی حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام رو میخواستن دستگیر کنن و خلاصه ببرن به دربار خلیفه وقت برای مؤاخذه و بازپرسی و این حرفا، در اتاق ایشون فقط دو چیز دیدن، یک شمشیر و یک قرآن، که این یه نمادیه برای شیعه با فرهنگ قرآن در یک دست، شمشیر در یک دست، اون مقاومت و ایستادگی رو رقم میزنه. یه وقتایی سوال میشه از ما، آقا این همه الان ما آدمایی داریم که جانفشانی میکنن، مقاومت میکنن، چرا اینقدر تأخیر افتاده در تاریخ؟ خب امام زمان علیه السلام اگر این تعدادیا رو یاور داشته باشن، ظهور میکنن، قیام نهایی اتفاق میفته، غلبه حق بر باطل اتفاق میفته. خب پس چرا نمیشه؟ ما این همه شهید دادیم، این همه شهید الان داریم میدیم، این همه انسانهای اهل مقاومت هستن، کفایت نمیکنه از نظر کمی یا کیفی یا هر دو؟ من میخوام بگم هر دو. اولا از نظر کمی هنوز به اندازه کفایت نیست که باید این گسترش پیدا کنه. از نظر کیفی هم دقت کنیم، روحیه از جان گذشتن، از مال گذشتن، مقاومت کردن و ایستادن، اگر با بصیرت همراه بشه، اون مقدمه نهایی برای تحقق هدف دین و هدف کتاب آسمانی به وجود میاد. بصیرت با قرآن به وجود میاد. یکی از کلماتی که حضرت زهرا سلام الله علیها درباره قرآن دارن، میگن بصائر، یعنی کتاب بصیرت هاست. انسان اگر میخواد دیدش روشن بشه، نگاهش باز بشه، باید با کلام وحی مانوس باشه. این بصیرت اگر نباشه، همون آدمایی که در یه نقطه‌ای از جان میگذشتن، از مال میگذشتن، یه جایی میبینی لغزشی براشون حادث میشه به خاطر ندیدن و نفهمیدن اوضاع. نمیبینن، نقشه راه دستشون نیست، کجا میخوایم بریم نمیدونن، از کجا حرکت کردیم، الان کجای راهیم. و الان خیلی از جهات و مقاطع تاریخ کوتاه اومدن شیعیان و مسلمین از پیروی حقیقی از امامان معصوم علیهم السلام محصول کم بودن این بصیرته. کسانی که در رکاب پیغمبر خدا شمشیر زدن، جون دادن، قرآن بارها اونها رو مدح کرده، توصیفشون کرده به خیر. ما میبینیم تو اون پیچ حساس تاریخی بعد از رحلت پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، میبینیم اینا شرایطو نمیتونن خوب تحلیل کنن، نمیتونن خوب درک کنن، زمام از دستشون در میره، تاریخ یه سمت دیگری حرکت میکنه. همینطور امروز ما. خیلی موضوع بصیرت مهمه، یعنی با این تبیین شما مشخص شد چقدر مهمه. یعنی تو ممکنه اهل تدبر و عمل با آیات نورانی قرآن کریم و باشی و حاضر باشی، از جانت بگذری، از مالت بگذری، بیای وسط، اما تشخیص اشتباه و تو رو اصلا میبره توی مسیر. فرمودید حضرت زهرا رو درباره قرآن فرمودن. بله. که بصائر. بله بله. یادم افتاد که میگن تو روایت هستش که از زهرا فردا قیامت برای شفاعت امت از دو دست حضرت عباس استفاده میکنه. بله. خیلی یه زمانی به این موضوع فکر میکردم، این همه چیز، حالا مثلا سر مقدس امام حسین یا هر چیز دیگه،
علی اصغر. چرا مثلا از دو دست حضرت عباس؟ یادم افتاد حضرت عباس نافذ البصیره بودن. باریکلا. انگار که یه در واقع یه الگویی به ما میخوان بدن که بصیرت مهمه. مثلا یا اینکه امام زمان میفرمایند که الگوی من، اسوه من از دختر رسول خداست، باریکلا. حضرت زهرا سلام الله علیها، که بصیرت رو انقدر ایشون تمرکز دارن. این علامت ها، این نشانه ها و توضیحات شما نشون میده واقعا بصیرت، یعنی نبودش یه عمر شاید تو مثلا اهل نماز و تهجد و شب زنده‌داری و تبیین و تدبر، با یه ادب بصیرت همه چی رو. حالا ما یه نکته لطیف به این اضافه کنیم. خواهش می‌کنم. دست حضرت عباس علیه السلام یمینی یساری، حضرت عباس در اون رجزشون میفرمایند خامی. ابدا اندین. این دست گفتیم یک دست سلاح، یک دست قرآن. آره. انشالله تو سوره حدید به این میرسیم. ما سوره برنامه‌ای که در نظر داریم انشالله تو جلسات آتی بهش بپردازیم. سوره حدید. سوره مبارکه حدیده. میخوایم این بحث مقاومت رو از منظر سوره حدید مطالعه کنیم، با هم دیگه تدبر کنیم. انشالله. این دو دست ما خلاصه انشالله پر بشه، هم به بصیرت‌های قرآنی با تدبر در قرآن، هم انشالله به اون نتیجهش که فرهنگ مقاومته. الهی آمین. انشاءالله به برکت تبیین شما. خیلی استفاده کردیم. عوامه ندارین؟ متشکرم. زنده باشین. خدا نگهدارت. خب ذکر خیری کردیم از حضرت ابوالفضل عباس و حضرت زهرا سلام الله علیها. گفت امیر و ساقی دلهاست عباس، به یکتایی قسم یکتاست عباس، اگرچه زاده ام البنین است ولیکن مادرش زهراست عباس. صلواتی رو هدیه میکنیم به حضرت زهرا و حضرت ابوالفضل عباس و خانم ام البنین سلام الله علیهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. التماس دعا یا حق. خداحافظ.